سلام، تقوی هستم. امروز سه‌شنبه 25 دی 1403 هستش. یه دستگاه سپاس SP2000 ما از بندر عباس دوستان های مقامی فرستاد که این دستگاه مشکلاتی که داشت، اما از این بردش مورد داشت، برد کنترلرش، اون جک بدون شفتش، یعنی این جک که حالا باز شده است توی دستگاه سپاس استفاده میشه، در واقع این جک مورد دار بود. همچنین جک در واقع بالا آورنده میز و جک اسکویجی. در واقع این دستگاه 3 تا جک داره که کنترلش میکنه. یکی جکیه که برای مجموعه چاپ استفاده میشه، رفت و برگشتش، یکی تعویض اسکویجی تیغه و یکی بالا آورنده میز دیگه. همه مورد داشت. ما برای اون جک بدون شفت که در واقع جک بدون شفت استهلاک خیلی بالایی داره، یعنی خیلی زود خراب میشه، به خاطر اون یه تسمه آلیاژی داره که استفاده میشه برای که اون کالسکه‌ای که روی جک میره میاد، در واقع اون تسمه جلوی خروج هوا رو میگیره از سیلن، اون زود خراب میشه و غیره. ما اومدیم برای این بنده خدا از جک 4 میله استفاده کردیم. اینجا بیا ببینید، در واقع اون جک رو در آوردیم و از این جک 4 میله، اون جک هم روی همین دو قسمت نصب میشه. این جک 4 میله رو نصب کردیم و از این ور به کالسکه در واقع یه بازو وصل کردیم، میاد بیرون و این انتها در واقع با شفت جک اتصال پیدا میکنه. حالا همینجا یه ذره از دورتر بگی کامل دیده بشه. من یه چاپ میزنم، ببینید به این چقدر یکی دیگه میزنم، یه مقدار از دورتر بگی کامل دیده بشه. و همچنین کامل برد کنترلر دستگاه رو در آوردیم. این بردشه دیگه، فکر میکنم این برد کنترلرشه، به اضافه یه سری قطعات دیگه. این قسمت همینجور که میبینید، این قسمت رو ما یه PLC در واقع گذاشتیم، به اضافه فقط یه PLC که یه PLC ساده که این دستگاه رو کنترل میکنه و PLC هم عمرش از برد خیلی بیشتره، خیلی دیرتر خراب میشه. و همچنین این جلو رو اینجا برو از اون جلو بگی، این قسمت هم دقیقاً به اندازه اون در واقع فیس مانیتور دستگاه پلاکسی دادیم، بریدن، یه شمارنده گذاشتیم، یه کلید لید گذاشتیم، یه کلید گذاشتیم برای اینکه اگر در واقع به چرخوننش میره رو حالت اتومات و اگر حالا رو این حالت باشه در واقع حالت دستی، یعنی با یه پدال یه چاپ میزنه. یه کلید گذاشتیم که در واقع مجموعه‌مون رو چپ و راست میکنه و همچنین یه کلید هم گذاشتیم که حالا با کمه میز رو میاره بالا و اگه دوباره بزنیم میز میره پایین. و من حالا یه چاپ میزنم که شما کامل دقیق، البته میزنم رو حالت اتومات، فشار بادی دستگاه میاد رو بیشتر کنم، میزنم رو حالت اتومات. البته یه نکته، ما اومدیم به جای ضربه‌گیرا که در واقع اون ضربه‌گیرای هیدرولیکی دستگاه سپاس هم یه مقدار گرون قیمت، اگر خراب بشه خیلی ساده از فنر استفاده کردیم. اگه فنرها بگیرن اینجا، این فنرها هم خراب نمیشه، خیلی ساده و در ضمن خیلی خوب جلوی ضربه رو میگیره. حالا اگر
در واقع پایه های دستگاه اگر پایه های دستگاه هم رگلاژ بود به هیچ عنوان دستگاه الان موقع کار رو زمین بازی نمی‌کرد. در خدمت.